یه رفیق دارم مرداد ماهی کرج زندگی میکنه، از این صداهای دوبلوری داره. ببینه صبح زنگ میزنه به میگه سلام بیب. نه ادا در نمیاره، صداش واقعا خودش عادیش دوبلوریه. سلام بیب چطوری؟ میخوام بگم سلام جیگر. جون که تو منو از خواب بیدار میکنی. وای میگه تو رو بخورم شامم نخورم امروز. صدام کن بگو عزیزم بگو. آره خیلی خوبه. میخوای بذار یه زنگ بزنم صداشو گوش کن. چی؟ زنگ بزن. زنگ میزنم صداشو گوش کن. اینجوری میکنم وایسا صدا ضعیفه. آره وایسا. چطوری بردیا جون؟ قربونه تو خوبی؟ قربونت عزیزم، حالت چطوره؟ من خوبم، تو چطوری؟ قربونت عزیزم. میگم که جان خونه ای دیگه. آره بعد یه چیزی، گلشهر با تو چقدر فاصله داره؟ کل شهر با من فکر کنم شاید یه نیم ساعت. اوکی. آیا دوست داری یک دختر خوب پسکلک گلشهر خونشون هم هست، میکاپ آرتیست هم هست برات اوکی کنم؟ چرا که آره آقا، پس باید هماهنگ میکنم. خودت بعدا متوجه میشی، برات اوکی میکنم تا چند دقیقه دیگه. حل جیگر، موضوع خودت باشه. به پیچ ببرمش. ببین اسمش بردیا، اگه اومد گفت دیگه بدون بردیاه. بردیا چیه؟ فقط عشقم آقاییم. تموم شد. باریکلا باریکلا. تو به تو میگن زن زندگی. آفرین. ببین چند دقیقه دیگه بهت پیام میده، حواست باشه. مواظب خودت باش. برو منو دعا کن. چشای منی خدافظ. خیلی آقایی. بیا. خدا وکیلی جوجه کشتر از من کجا دیدی؟ جوجه کشتر از من کجا دیدی؟ سامو بکوب دیگه لامصب دیگه. رفیق تر از من کجا بوده؟ انقدر بچه مونده، انقدر مونده بچه، انقدر مونده تا 1000 تایی شدنمون. بعد که 1000 تایی بشیم یه برنامه دارم. خواهر چیکار میکنی؟ کجایی تو؟ چرا این کارو میکنی؟ تو که دیگه یو چطوری؟ چطوری؟ قربانت. چه قیافه خارجی تو رو باحالی داری. وات باسکاته؟ آره. پوستت هم برونزه؟ بچه کجایی؟ بچه تهرانم ولی اصالتا جنوبی هم. چی؟ من تو شوخ دارم. آره. چرا اخ من معلوم بودم؟ الان اخ کردی؟ ولی نفر راست میگه دیگه. دیدی چجوری اخ کرد خداییش؟ اخ دیگه. خیلی تو الان اصلا نمیتونی اخ کنی انقدر. الان مثلا یه حالت دیگه ای بده ابروهاتو. مثلا از اخ، نه ابروهاتو از اخ در بیار، مثلا اینجوری کن فلان. خب اینو بده بالا ما ببینیم. خب چرا تغییر نمیکنه حالتش؟ بابا خفه شو دیگه. آره خب که چی الان؟ هیچی. چند سالته؟ قدت کوتاه باشه. نه قدش کوتاه. 178 اگه کوتاه که کوتاه. اگه گردنش فهمیدم قدش کوتاه. 178 کوتاه. تو چندی؟ 174. آیده 170 گردن نداره. نه دختر و پسر فرق میکنه خالی. نه
خالت قشنگ اونجاست که دیست کنه. چرا میرینه بهت؟ خاله جان عاشقتم واقعا مشی هستی. بابا خالم فقط 178 دیگه کوتاه نیست عزیزم. 2 سانت مونده تا 180. برو 180 چلی بیایی کی الان اصلا آیدی تو رو خواستیم وسط؟ اصلا کسی خیلی. حرف از آیدیت زد؟ خاله جان اینو چقدر تو ناز پرور کردیم که فکر میکنه همه دنبالشن ها؟ خیلی زیاد خیلی زیاد. همون دیگه خاله و فکر میکنه الان مثلا دماغ فیل افتاده. کسی اصلا آیدی تو رو نخواستیم وسط. دیگه میگه برو بیا آیدیمو بگیر. بسکل آخه این همه آدم اینجا کی میاد آیدی تو رو بگیره؟ خیلی لگی است این صدا 1 ساعت بعد اومد. داری میکنی؟ عزیزم فاک قربونت برم چه کاری میکنی با خودت؟ چه اذیتی خودتو میکنی؟ کجایی؟ تهران. مال شرق یا غربش؟ بابا زبونم نچرخید. اوکی مال غربی. کجایی؟ میرداماد. میرداماد همون دیگه همون سمت رو اینجوری دیدی ادیت کردن به دختر برمیگره میگه حداقل باید 500 میلیون مایه داشته باشه. میگه با زیر 500 میلیون اوکی نمیشه باشه. میگه معلومه که نیه. بعد همه موتور رو رد میشن نیه. خیلی خوب. چند سالته؟ من میتوانید 83. 83. الان دیگه خدا رو شکر 20 سال داری. آره 21. حالا تعمیم میداره چی میخواد کمتر باشه. تأکیدی داری روی بعد تولد چه ماهی؟ اسفند. باریکلا. بعد اشاره از صدای زیبات استفاده میکنه دیگه. برای چی؟ صدات خب نسبت به صدای معمولی اوریج یه ذره بهتره دیگه. ای حالا صدات بعد میاد. نفرت دارم. اوکی اونایی که معمولا صداشون یه ذره فرق میکنه همینجوریه. ببین آخه میدونی بعضی هی میان اینطوری میگن که تو داری صداتو عوض میکنی. دوره عوضش میکنی بیبی. و بعضی هم اینطوری هستن تو پیک می. بعد من اینطوری هم که Shut the fuck up. اوکی میدونم چی میگی. البته تو رابطه ای؟ تو رابطه بودم مینی چه غلطی میکردم. نمیدونم عزیزم شاید second date you know. اوکی و گفت آخه بعضی اینجا اینجوری هست یعنی مثلا دوست پسر دارد میاد اینجا اینجوریم که لایک چرا؟ بابا اونایی که دوست پسر دارن میان مینی چت هیچی بذار مؤدب باشم. عزیزم لازم نیست مؤدب باشی. من میدونم چی میخوای ولی اشکال نداره. روت باز نشده تو روم ولی میدونم نموش آدمای بدبخت فرک زده بیچه از ما. اوکی دقیقا جنوبی. اوکی داری آماده میشه بری بیرون؟ سرکار. سرکار اوه سرکار شما کجاست؟ ببخشید بیپرسم. کرج. واو چرا اونجا بیخیال تو اونجا همه موقعیت شغلی؟ 4 تا شغل دارم. 2 تاش تهرانه 2 تاش کرج. میتونم بپرسم آیا اگه It's none of my business but بیزنس من بیزنس شما چی؟ بیزنس همه سازهای موسیقی رو میکنم. بعد از جوری که استاد تیم ملی هیچ وقت نمیاد سر تمرین من بدبخت باید برم. دستیار تراپیستم و میکاپ آرتیست. همه اینا رو ماشاءالله باریکلا همه رو هندل میکنم. نت fucking net fuck man I'm done. آجی من تمام یعنی داخل زندگی ببین اسمتو بهم نگفته بود. عرفان
ارفان خب من یه کار دیگه میکنم، من میگردم دنبال یه چیز، یکی که پولدار باشه. بعد صدا تو براش اینجوری ناز میکنی یا عزیزم. من صدامو اینجوری میکنم میگم بیبی مثلا فلان کارو باشم چه کسافتی هستی. اونم میگه چش رو بگی. اصلا ببین اصلا هر چی تو آفرین. آره دیگه. هم سیما رو ببینه هم صدا رو. من میگم که بعد تو کل عمر زندگیت بعد شل کرده بودی، بعد یهو اینجوری که بلیطم برد. نه آره شل نکردیم، حالا انقدر فکر نکن بچه تنبل. آره ولی خب ولی در کل اینکه رو صدات خود کار کردی، رو صدات یا اصلا اینجوری بودی که همین که هست؟ رو صدام کار نکردم. خب یه خورده آواز که تمرین میکنی سولفژ و اینا یه خورده صدا بهتر میشه، ولی بخوام بهت بگم که تمرین کردم رو صدام که عالی بشه نه نبوده. ولی چه پتانسیلی داره، تمرین نکرده اینه. تو فکر کن تمرین کنم چی بشه. یهو مثل این آبربانکا کارت خود رو بردار بیبی اونم خیلی درگیره. یه دونه برو یه دونه با بیبیش برو. کارت خود رو بردارید بیبی. واو چشم پدستک کارتو بده من. کارت هرت سرویس. تو عزیز من با صدام یادم میاد یک بار موقع یه دختری رو زده بودم، یه هفته 2 هفته با هم دیگه دوست بودیم. بعد من صدامو کلوف میکردم، این نمیتونی تشخیص بده که مثلا من دخترم. بعد که بهش گفتم دخترم مشکلی نداشت. مشکلی نداشت. اونجا دیگه تو شکسته، تو اصلا مغزی به هم ریختی. بودم که من نمیتونم جدی بگاه رفتی. آره. بعد تو چجوری صدا توی دقیقه مردونی کن؟ بخوام مردونش کنم خب یه پسر تشخیص میده، حالا شاید اون دختر تشخیص نبید نده. مثلا الان اینجوری که حرف بزنم تو نمیفهمی. چرا دیگه صدا اینجوری کردی تابلو بزنه خدایش دیگه بیای قبول نکنم چون اینا. که اینجوری دیگه حرف نمیزدم قبل بندازم تو کلم صدا رو. یعنی خوردم مثلا همچون اینجوری تر صحبت میکردم که آروم تر بشه صدا. خیلی عزیزم عاشق همین شده همینجوری خش خش میکرد. موقعشو زدی و گفتی که به بچه پتانسیلی دارم من. چطوری؟ حرف بزن. قربون چرا معذبی؟ معذب نیستم داشتم اشتراک میکردم. بزنم بعد یا نه بعد دوست اینجوری کنم چه مشورت میکنه اینایی که مثلا با دوست پسر چت میکنیم اون یکی چی بگم الان آره چند سالته؟ اینم مشورتی باید بگه چند سالشه با آخه ما بگیم باورش نمیشه ایشکی. یعنی شده من تو مینی چت رفتم کارت ملی آوردم زیر 18 این که قطعا من 16 سالم. چرا گفتم 14 یادت رفته 16 سالمه. من 21 16 21 فامیلیم خواهریم ماشاءالله. بعد تویی که 21 سینگل موندی الان داری به فرناز مشاوره میدی که نه جفتمون اصلا تو رابطه رفتن مخصوصا من خوشم نمیاد. آره تو که اصلا سنی نداری. آره من هم چیز دیگه بهش فکر نمی‌کنم که احساس پیری میکنم. خدا بقا پس سیگار میکشی دیگه. آره اوکی. نه ببین نمیشه. نه باور کن فقط سیگار اونم ناپولی. اوکی من این مرداز دوست موس یخت فرناز چرا رفیق داره مدرسه و اینا هست. من فرناز رو دارم. با اینا رو میگه قلبم
بیا تماس کن. نه قربانت. نه الان فقط پشماش ریخته. بیا امشب تو ساختیم ما. برو عشق کن واسه بچه مردا تعریف کن. فاکینگ نمیگیرم ارتباط، افتخار وفاداری میخوام بشم منم دیگه حزب باد. بهت قول میدم هر چقدر بگردی پیدا نمی کنی مثل ما. هرچی بیشتر کار میدم کمتر میشه احترام. بیادبی رو دوست ندارم، همیشه واسم رول اول بوده احترام.